به نام پروردگار نور. سلام بر شما عزیزان دل و جان. علیرضا انگاریچی هستم، روانشناس بالینی از دانشگاه تهران. این جلسه رو چند دقیقه رو من میخوام راجع به مطلب خیلی مهم در زندگی صحبت کنم که خب تو در روان درمانی هم بهش میپردازم و باهاش مواجه هستم، هنوزم مواجه هستم و اون هم تحت عنوان زندگی میکنم به امید تغییر. من داخل پرانتز میذارم واهی. بعضی ها اینجوری زندگی میکنن و ادامه میدن در دوستیاشون، در ازدواجشون و زندگی مشترکشون به امید اینکه تغییر بدن. بارها من شنیدم که آقای دکتر، حالا اگه ما باش ازدواج بکنی میتونیم تغییرش بدیم، تغییر میکنه. من تمام زندگیمو، تمام وجودم میذارم که آدم تغییر بدم و من در جواب قسمت میگم زندگی زناشویی حتی دوستانه، ولی زناشویی بیشتر یک زندگی همدلانه است، نه روانکاوانه. اونو باید برای روان درمانگر برید و روانکاو برید و شما تمام تلاشتون رو بکنید که خودتون رو تغییر بدید و دیدگاهتون رو. اون وقت شاید اتفاقات دیگه بیفته تا بخواید دیگه تغییر بدید. اما یه 5 تا اصلی هستش که اینجا من لیست کردم. چرا اینجوری میشه؟ ما گهگاهی فکر میکنیم که دیگران رو میتونیم تغییر بدیم و زمزمه وجود ما هم همین هستش که حالا تغییرش میدن یا تغییر میکنه، این بار تغییر میکنه، حالا 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 حالا. یکی از عواملش این هستش که امیدواری کودکانه ای داریم ما که حالا اگه بیشتر دوستش داشته باشم تغییر میکنه. در دوران کودکی هم همین بودش که اگر که به ما به قول معروف ما رو تحقیر میکردن، نادیده میشدیم یا نسبت به ما غفلت میشد، اون پاسخ عاطفی که بعد میگفتیم که ما به خودمون در کودکی میگفتیم ما به اندازه کافی الان دیگری دوست نداشتیم، شایسته نیستیم، بایسته نیستیم، خوب نیستیم، مؤدب نیستیم. همین تو روابط بزرگسالمون به تکرار میکنیم. اگر من بیشتر ببخشم، بیشتر توجه کنم، بیشتر بمونم، این تغییر اتفاق میفته در دومی که نفر روبروشون. دومین مکانیسم دفاعی انکار هستش، دینایل هستش که بر اساس اومیژن حذف و بر اساس دیستورشن تحریف بنا شده. یعنی برای محافظت از خودمون ما از مکانیسم انکار استفاده میکنیم. تو این لحظات ما فقط اتفاقات خوبی که در اون رفتار طرف روبرومون میبینیم اتفاق میفته، اون فقط میبینیم، بداشو نمیبینیم. حالا خوب و بدش کردم و شایسته هاشو میبینیم، ناشایستهاشو نمیبینیم و سعی میکنیم که تا میتونیم دچار ناامیدی نشیم. سومین مؤلفه باز این خیال پردازی نجات دیگران هستش. خیلی از ما فکر میکنیم واقعا نجات بخش هستیم، ناجی هستیم. اصلا اینجوری نیستش. اگه اینجوری بود که تمام شناگران میشدن ناجی دیگه، میرفتن گفتن تو استخدام ما ناجی هستیم. نه، تو شنا بلدی یا شناگری، ناجی میخوای بشی باید بری دورهاشو بگذرونی. در این فانتزی یا خیال پردازی نجات دیگران خیلی جالبه. میگن تو میخوای از طرف روبرو نسخه ایدئال خودتو بسازی، هی میخوای طرف روبرو تغییر بدی و میخوایم نجات دهنده باشیم و خود همین یک جبرانی است به خاطر زخمایی که در گذشته داشتی و یه تلاشی ناخوشایند برای این هستش که خودت رو بازنویسی بکنید تا سرنوشتت عوض بشه. ببینید وقتی ما تلاش میکنیم دیگری آنچنان که خودمون میخوایم تغییر بدیم، اصلا دچار یک خطای شناختی شدیم که اون طرف روبرو اصلا شاید نخواد تغییر پیدا کنه یا اونجوری که تو میخوای تغییر پیدا نکنه، چون با اون چیزی که تو میخوای تغییر پیدا کنه اون همزاد پیدا کرده یا همون همانسازی کرده. چهارمین دلیلش یک اسلوبی هست به نام اجبار به تکرار که در روانکاوی خیلی به کار میره و اون یک گرایش ناهوشیاری است که ما داریم در روابط گذشته رو بخوایم هی بازسازی بکنیم به امید این که با این بازسازی پایان متفاوتی خواهیم داشت. اما تکرار بدون آگاهی اغلب منجر به زخمی تازه بر همون جای قدیمی میشه. تکرار اگر میخواد اتفاق بیفته همراه با آگاهی، بینایی، اینسایت ذهنی، رفتاری، احساسی و عقده‌ها هستش و اتفاق خاصی نمیفته. و پنجمیش این هستش که بعضی وقتا امید و امیدواری مانع از این میشه که ما به سوگواری بپردازیم. تا زمانی که یک خورده امید تو دل ما هستش توانایی مواجهه با واقعیت رو نداریم یا پایان رو.
بعضی وقتا همین امید رو من نوشتم که به عنوان فضیلت در نظر نگیرید، امید رو اجتناب در نظر بگیرید و فقدان پذیرش و پایان ناکامانه بگم. این 5 تا که من خدمت شما عرض کردم، حالا یک قسمت 5 تا هست، شاید خیلی بیشتر از این باشه یقینا، ولی که در زندگی ما نگاه کنیم 5 تا رکن وجود داره که باعث میشه ما با کسی یا کسایی زندگی بکنیم که هر روز احساس مازوخیزم، مزوخیزم یا خودآزاری بهمون دست میده. به جای تمام این 5 تایی که من عرض کردم خدمت، ما اول این 5 تا تو خودمون پیدا کنیم و ببینیم که ما اصلا با استقلال خودمون، استقلال طبع، استقلال شاید مشکل داریم. شاید ما اعتماد به نفس کافی برای مواجهه با ضعف‌های خودمون، افتاب و نشیب‌های خودمون داریم. اگر اینها رو ما درست کنیم، فرد روبرو می‌کنه داره درست بشه، رفتارش عوض شه. اگه رفتارش عوض نشد و اصرار داشت بر اون نارفتاری، شما رو به خیر، ما رو به سلامت، خیلی شادکامانه. زنده باشید تا جلسه بعد. خدا نگهدار.